سلام علیکم. حالتون چطوره خانم؟ چند سالش بود؟ 22 سال. کی شهید شد؟ خدا انشالله که به خاطر این رنجی که کشیدید به شما اجر بده. خدا انشالله این جوان عزیز شما رو با حضرت مسیح محشور و اینم شما بدانید اگر امروز من شما دیگران توی محیط امنی داریم زندگی میکنیم به برکت کار ایناست. ایشون خانه‌دار شهرداری میکنه. شهرداری هم کار آسونی نیست. بله مردم به زن خانه‌دار پوشش بزنه بیکار نگاه کنه، در حالی که کاری که زن خانه‌دار میکنه از کار بیشتر مردمی که بیرون کار میکنن سخت‌تره. مدیریت فقط مخلص نیست، این که بخواد خونه رو مدیریت کنه، چون رئیس داخل خوشحال شدیم از دیدن شما خانم. یعنی سلامت باشین. از دیدن شما خیلی ممنون. شما بزرگ مردم. خدا انشالله حفظتون کنه.